گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 32. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. مسئله های تاریخی اتنیکی، مبارزه صنفی. مسئله پیدایش خیانیان و هیتالیان. اکادمیک بابا جان غفورov در این بخش تاجیکان نظریه نادرست برخی از مؤلفان غرب را که خیانیان که خود گون هستند یا تمام کوچمنچیان آسیای میانه صرف نظر از نام اصلی آنها گونها یا گونهای سفید می گفتند با دلیل های علمی رد کرده است. مثلا او می نویسد که بعضی محققان امروزه خیانیان را با خیاان نام طایفه‌ای که در اوستا ذکر شده است علاقمند می کنند و حتی با نام سکائیان تیغ خود علاقمند می کنند و در همین اساس به خلاصه می آیند که ریشه نژادی آنها به یکی از قبیله های سکایی می رسد. برای تقویت فکر خود مؤلف تاجیکان از زبان امیان مرسلین می آرد که پسر سروری خیانیان جوانی بود خیلی بالاتر و زیباتر از همسالان خود. از بس که خود همین مؤلف افت گونها را بزیب و نمودی آنها را بد هیبت و دلناکش گفته است، ما می توانیم پیرو آن محققانی باشیم که این طور می گویند این جوان از خیانیان است و مادام نویسنده غرب حسن او را تعریف کرده باشد پس وی به گونها قرابتی نداشته است. خلاص همین را انیق گفتن ممکن که خیانیان پیش از همه قبیله های ایرانی تبار آسیایی میانه بودند. درباره پیدایش و شرایط اتنیکی هیتالیان اکادمیک بابا جان غفورov تکیه به معلومات مخص-های تاریخی نموده از زبان پراکوپی کیسارسکی که هیتالیان را گونهای سفید نامیده است می نویسد که گرچند هیتالیان از طایفه گونهایند ولی با آن گونهایی که ما می دانیم هیچ ارتباط و مناسبت ندارند، زیرا کشور آنها هم حدود گونها نمی باشد و آنها در قریبی گونها ساکن نیستند. آنها مثل دیگر طایفه گونها کوچمنچگی نمی کنند و از دوره های قدیم در زمین های حاصلخیز به طرز مقیمی سکونت دارند. در بین تمام گونها آنها یگانه طایفه می باشند که پوستی بدنشان سفید است و سیمای زیبایی دلکش دارند و مثل دیگر گونها وحشیانه زندگی نمی کنند و در اطاعت یک پادشاه می باشند. دولت قانونی دارند و در مناسبت بین خود و همسایگان خود بهتر از رومیان و فارس ها عدالت را رعایت می نمایند. به همین طریق پراکوپی کیسارسکی هیتالیان را از گونها انیق جدا می کند.
در سرچشمه‌های خیتایی آید به پیدایش هیتالیان چندین عقیده وجود دارد و بین آنها موافقت نیست. معلومات مخصهای خیتایی را میتوان چنین تقسیم کرد: ا. هیتالیان یکی از طایفه های یوجی ها. ب. هیتالیان شاخه قبیله های گاگیوی های ترک. و. هیتالیان از قبیله های چشی تورفان. گ. هیتالیان اولاد کنغوی. عالمان اروپای غربی اساساً عقیده های گوناگون مأخذ های خیتایی را در نظر داشته درباره نسبت نژادی هیتالیان نظریه های بسیار مطرح کردند. بعضی آنها هیتالیان را اولاد یوجی ها می گویند. به عقیده ایده هیتالیان از گونها پیدا شده بودند. سومی ها می گویند که هیتالیان قبیله های قدیمی ترک یا مغول می باشند. موافق عقیده هیتالیان از طایفه مردمان ایرانی تبارند. به قول بعضی محققان هیتالیان خیانیان نیستند، بلکه تماما یک طایفه دیگرند. دیگران باشند میگویند که هیتالیان و خیانیان یک طایفه اند و خود هیتالیان طبقه حکمران خیانیان می باشند. در سرچشمه های گوناگون هیتالیان غیر از نام گونهای سفید باز نامهای بسیاری دارند. در مأخذهای سوریانی نام آنها ابدال یا ابتلیت، در مأخذهای یونانی زبان عبدل یا افتلیت، در مأخذهای ارمنی هپتل، ایدل و تیتل، در زبان میانه فارسی یفتال و هفتال، در زبان عربی هیتل و یفتل، در زبان فارسی تاجیکی هیتل و هیتل، در مأخذهای خیتایی یده و یدین آورده شده است. غیر از این باید گفت که در مأخذهای پهلوی و زردشتی آنها را خیانیان، در هندی خونا نامیده‌اند و مأخذهای عربی آنها را با ترک ها و مأخذهای ارمنی با کوشانیان آمیخته کردند. طبق اخبار بلعمی هیتل گفته در بخارا زورمند را گویند. در زبان شرق ایرانی خوتن و سکایی کلمه‌ای به این مانند معنای جسور و دلاور را دارد. از خط روی سیکه های هیتالیان معین می شود که آنها خود را خیان می گفتند، پس آنها یکی از شاخه های خیانیان بودند. از روی خط تنگه ها معلوم شد که زبان رسمی آنها باختری بوده. در روی سیکه ها بیشک عنوان های باختری ثبت گردیدند. این چنین در مسئله به دو تقسیم بودن هیتالیان نیز توقف کردن لازم: سفید خیانیان و سرخ خیانیان. به عقیده شارح بهمنیشت نام سرخ خیانیان از سرخ بودن کلاه، زره و جوشن و درفش آنها برمی آید. در مأخذهای هندی هم به سرخ یا خود تیره خونایان و سفید خونایان اشارت است. در مأخذهای هندی خونا این نام هیتالیان است. اکادمیک باباجان غفوروف دایر به مسئله مذکور به خلاصه می آید که دقیق معلوم نیست که آنها دو طایفه بودند و در یک اتحاد قبیله داخل می شدند یا خود در داخل یک قبیله تام یک نوع طبقه بودند که از جهت اتن آنتروپولوژی فرق داشتند. جالب دقت است که در صورت‌های روی دیوار افراسیاب آمدن هیئت سفارت تصویر شده است و دو سفیر پیش از همه از جهت رنگ روی خود فرق می‌کنند، یکی سرخ روی دیگر سفید روی، و ممکن است این صورت را دلیل موجودیت سرخ خیانیان و سفید خیانیان حساب کنیم. حروفات هیتالیان ادامه بیواسطه حروفات کوشانی باختری بوده، ولی نسبت به حروفات کوشانیان اندک مایلتر نوشته می شود. اما از این آثار نهایت کم باقی مانده است. بعضی زبانشناسان زبان آن متنها را سکایی و بعضی دیگر باختری می گویند. زبان هیتالیان زبان شرق ایرانی بود. در مسئله سرزمین پیدایش هیتالیان محققان گاه این و گاه آن معلومات مأخذهای خیتایی را به اعتبار گرفته
آن را گاه در آلتای، گاه در ترکستان شرقی و گاه در یگان موضع دیگر جای می‌دهند. نظریه ای از بدخشان بودن هیتالیان نو و تازه است. A.N. برنشتم به دو مرکزی پیدایش آنها به موضع میانه و پایان سیردریا از یک طرف و از طرف دیگر به بالا آب حوزه امودریا اشارت کرده است. نسبت به مسئله اتنیکی هیتالیان مورد ذکر است که آنها در اساس قبیله های شرق ایرانی آسیای میانه به وجود آمده بودند. جمعیت هیتالیان. راجع به جمعیت هیتالیان اکادمیک باباجان غفوروف در اساس اخبار پراکاپی کسارسکی می نویسد که هیتالیان از قدیم مقیمی بوده به یک پادشاه اطاعت می کنند و دولتی قانونی دارند. مینندر از نام هیئت سفارت ترک ها روایت می کند که هیتالیان مردمان شهری اند. به قول وی ترک ها هیتالیان را شکست داده حاکم شهرهای آنها شدند. به همین طریق مؤلفان غرب احتمال برای همین هیتالیان را مردمان شهری می گفتند که آنها صاحب شهرها بودند و اعیان و اشراف آنها در شهرها مسکون می شدند. جمعیت هیتالیان از جهت مال و ملک روشن و عمیق تقسیم شده بود. از روی مأخذها معلوم می شود که جمعیت هیتالیان جمعیتی طبقاتی بوده، از جهت مال و ملک به طبقه ها تقسیم می گردید. موافق خبر مأخذها هیتالیان خدای آتش را می پرستیدند. هر سحر آنها از خیمه خود برآمده نماز می خواندند. احتمال آنها آفتاب را هم پرستش می کردند. ولی در جمعیت هیتالیان دین و آیین خلقهایی که آنها را مطیع می نمودند، مثلا دینی بودایی، تدریجاً گسترش می یافت. مدرکی هست که در بین هیتالیان دینی نصرانی هم معمول بوده است. نهضت مزدک. حرکت مزدک یکی از تعلیمات نخستین اجتماعی در جهان اعتراف شده. در تاجیکان نیز آن انعکاس خود را یافته است. از جمله مؤلف آن قید می نماید که در دوره حکمرانی شاهنشاه کیقوباد بر ضد مناسبت‌های فئودالی نهضت مردمی با سروری مزدک سر می‌زند. اساسگذار آن زردوشت ابن خرایی نام شخصی بوده. مزدک شاگرد و پیرو او بوده است. تعلیمات مزدک تشویق می‌کرد که همه آدمان حقوق برابر دارند و نابرابری اجتماعی را برهم دادن لازم است. مزدک و پیروان وی ترغیب می‌کردند که خدا نعمت عالم را برای همین آفرید که مردم آن را بین خود از روی انصاف تقسیم کنند، ولی مردم در این کار ناانصافی کردند. حکیم فردوسی در شاهنامه از نام مزدک گفته است: همی گفت هر کو توانگر بود، تهی دست با او برابر بود. نباید که باشد کسی برفزود، توانگر بود تار و درویش پود. جهان راست باید که باشد به چیز، فزونی حرام است و ناخوب نیست. اما طبری می نویسد که مردم عوام از این فرصت استفاده کرده به مزدک و پیروانش همراه شد و با آنها وحدت نمود. بیرونی باشد تأکید می نماید که مردم متعدد پیروی او شدند. ترغیب مزدک موفقیت چشمگیری پیدا کرد. نهضت مزدکیان در پایتخت ایران باعث آن شد که بسیاری ثروتمندان به کشورهای همسایه فرار کردند. کیقوباد از ترس جان
و با راه سوست کردن موقعی حاکمان محلی و اعیان و اشراف حاکمیت مرکزی را پرقوت کردنی شده خود را پیرو تعلیمات مزدک اعلان نمود. او برای همین زیدی نهضتی مزدکیان نبرآمد که امید داشت آن را برهی برایش مفید روانه می کند، یعنی در مبارزه زیدی اعیان و اشراف و روحانیان که با آنها یک جایه بودند واسطه‌ای پیدا کنند. اعیان و اشراف سال 496 کیقوباد را از تخت سرنگون کرده و زندان انداختند و به تخت برادری او را شناندند که مقصد و مرام اعیان و اشراف را به عمل برآورد. ولی به کیقوباد میسر شد که از زندان فرار نماید و سال 499 کیقوباد یک باز حاکمیتش را برقرار نموده اعیان و اشراف را که زیدی وی بودند جزای سخت دهد. در سالهای 528 و 529 کیقوباد اول مزدک بعد راهبران نهضت را به قتل رساند. در سراسر مملکت کشتار وحشیانه مزدکیان آغاز شد. تعلیمات مزدک به طبقه های نادار جمعیت تأثیری بزرگ رساند و در آسیای میانه نیز گسترش یافت. بعد شکست نهضت خسرو انوشیروان سالهای 531 579 که دشمنی اشدی این تعلیمات بود اصلاحات گذرانده مناسبت های فیودالی را خیلی مستحکم کرد. باب دوم، خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 ابتدای عصر 7. یکم، واقعه‌های اساسی تاریخ سیاسی، مبارزه صنفی، خاقانی ترک و نفوذ حاکمیت آن در آسیای میانه. در باب دوم این فصل اثر خود اکادمیک باباجان غفوروف آید به حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آسیای میانه در عصر 6 ابتدای عصر 8 سخن می کند. یکی از مسئله های مهم تاریخ سیاسی دوره مذکور وارد شوی ترک ها به منطقه می باشد. مؤلف قید می نماید که در عصر 6 خیلی دور از حدود آسیای میانه در آلتای زیر عنوان خاقانی ترک سالهای 551 744 اتحاد دولتی پیدا شد که بعداً در تاریخ آسیای میانه نقش بازید. حاکم ترک ها بومان نخست تله نام قبیله را مطیع ساخته قوت گرفته، بعد زید اتحاد قبیله های ژاژ ها که تا این دم بر ترک ها حکمرانی می کردند و جنگ درآمد و در مغولستان و آلتای دولتی نیرومند را تأسیس داد. سال 555 ترک ها به ساحل های بحر ارال رسیدند. دسته های پیشگرد لشکر ترک ها به سرحد ایران و در غرب تا ساحل های بحر سیاه آمدند. ایمپریای کوچمنچیان ترک از کره تا ساحل های بحر سیاه مساحت عظیمی را فرا گرفت. اما در خاقانت جنگ های بین همدیگری اوج گرفتند و در ابتدای عصر 7 سالهای 600-603 خاقانی به دو قسم به خاقانی شرقی و به خاقانی غربی تقسیم شد که آسیای میانه در هیئت خاقانی غربی ماند. سال 744 عرب ها حکمرانی سیاسی ترک ها را در آسیای میانه از بین بردند. باباجان غفوروف، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان،
این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 32. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.